تو این ویدیو قراره در مورد پریود راحت با کاپ قاعدگی صحبت کنیم. اگه این موضوع برات جالبه لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باش. بررسی کنیم که کاپ قاعدگی اصلا چیه. ببینیم ما چند روش داریم که زمان پریود از اونها استفاده میکنیم. یکیش که خیلی مرسوم و معمولا استفاده بیشتری ازش میشه نوار بهداشتیه، یکیش تامپونه و یکیش کاپ قاعدگی. هر کدوم از این روش ها هم مزایا و معایب خودشون رو دارن. از نوار بهداشتی شروع میکنیم. ببینید نوار بهداشتی یه چیزیه که خیلی راحت جایگذاری میشه، یک بار مصرفه و خیلی سریع و راحت میتونیم بذاریم و برداریم. ولی معایب این روش چیه؟ اینکه داخل نوار بهداشتی از پودر جاذب استفاده میشه و خب اون ساختار نوار بهداشتی و چیزهایی که داره ممکنه که احتمال عفونت رو بیشتر کنه و برای بانوانی که حساسیت دارن باعث التهاب و حساسیت و سوزش بشه. یکی دیگه از عیب‌هاش هم اینه که معمولاً اگه خونریزی زیاد باشه نشتی زیاد داره و هنگام خواب خب خیلی از خانم‌ها اذیت میشن، لباس زیرشون کثیف میشه، یا اگه بیرون باشن و خونریزیشون زیاد باشه معمولاً نشتی میده و لباسشون به خون آلوده میشه. دو مورد بعدی که تامپون و کاپ قاعدگی هستن وارد کانال واژن میشن و خب از بیرون هیچ چیزی ندارن. مثل نوار بهداشتی نیست که بیرون واژن باشه و بیرون واژن رو مرطوب نگه داره. این دوتا تامپون و کاپ قاعدگی داخل واژن قرار میگیرن. تامپون ها هم مثل نوار بهداشتی پودر جاذب دارن و خون رو به خودشون جذب میکنن، پس در نتیجه تامپون هم ممکنه که باعث حساسیت بشه و یه جورایی کسایی که حساسیت دارن و در معرض عفونت هستن، مستعد عفونت هستن، با تامپون و نوار بهداشتی بیشتر این اتفاق براشون میفته. مورد بعدی کاپ قاعدگی یا فنجان قاعدگیه که همچین چیزیه. کاپ قاعدگی از چی درست شده؟ کاپ قاعدگی از بهترین سیلیکون‌های پزشکی درست شده و امکان ابتلا به عفونت، امکان حساسیت رو تقریبا به صفر رسونده و از نظر عفونت و حساسیت و این موارد کاپ قاعدگی بهترین گزینه‌ایه که یک خانم میتونه در زمان پریود استفاده کنه. و این موضوع بارها روش تحقیق شده، بارها آزمایش شده، تست شده و مقالات خیلی معتبری در وبسایت‌های خیلی معتبر وجود داره که شما میتونید به راحتی بهشون دسترسی داشته باشید و این مقالات رو ترجمه کنید و به صحت این قضیه پی ببرید. حالا معایب کاپ قاعدگی چیه؟ خوشبختانه میشه گفت معایبی نداره و به نظر من و طبق اون مطالعاتی که داشتم و تحقیقاتی که کردم متوجه شدم بهترین روش استفاده از کاپ قاعدگیه. این کاپ قاعدگی دیگه چیزی نیست که جذب بکنه خون رو به خودش و وارد کانال واژن قرار میگیره و خون قاعدگی ما داخل این کاپ میریزه، مستقیما داخل کاپ میریزه. اگه جایگذاری درست انجام بدین به هیچ وجه نشتی نداره. هنگام خواب خیلی خیلی راحت، اصلا احساس نمیشه. کامنت ها و نظرهای کسایی که از کاپ قاعدگی استفاده کردن رو بخونین متوجه میشین که اکثریتشون این احساس رو دارن زمانی که از کاپ قاعدگی استفاده میکنن اصلا فراموش میکنن که پریود هستن. اینقدر که این کاپ قاعدگی راحت داخل بدن و حتی به مرور دیده شده که درد پریود رو هم خیلی کم میکنه. در زمان مسافرت خیلی راحت میتونین از کاپ قاعدگی استفاده کنین. زمانی که میخواین ورزش کنین خیلی راحت میتونین از کاپ استفاده کنین، مثل نوار بهداشتی نیست که اذیتتون کنه. زمانی که میخواید شنا کنید خیلی راحت میتونین از کاپ قاعدگی استفاده کنید چون اصلا خون از توی واژن بیرون نمیاد و امکان اینکه نشتی کنه وجود نداره اگه جایگذاری کاپ رو درست انجام بدین. پس شنا هم میتونید انجام بدید. خوبیه دیگه ای که کاپ قاعدگی لیوا، یعنی این کاپ من داره، اینه که شما یک بار این کاپ رو تهیه میکنید با قیمت خیلی مناسب و تا 10 سال میتونید از این کاپ قاعدگی استفاده کنید. قطعا هزینه‌تون خیلی کم میشه در برابر هزینه‌هایی که برای نوار بهداشتی هر ماه دارید میدید و اینکه برای محیط زیست هم خیلی خیلی مفیده.
حالا از معایبش که بخوام بگم، خود کاپ قاعدگی واقعا عیبی نداره و بهترین چیزی که برای زمان پریود استفاده کنیم. ولی از اونجایی که داخل ایران خیلی معمولا خانم ها رو میترسونن، از بچگی ذهنیتی داخل ما وجود داره که چیزی نباید وارد واژن بشه و این داستانا، خانم ها خیلی بیشتر میترسن که بخوان کاپ رو وارد واژن کنن. ولی در واقع این کاپ کاملا انعطاف پذیره و خیلی راحت وارد واژن میشه، اصلا هیچ دردی نداره و وقتی داخل واژن قرار میگیره اصلا احساس نمیشه. اوایل استفاده چون عادت ندارید ممکنه احساس کنید، ولی نظر اکثریت کسایی که از کاپ دارن استفاده میکنن اینه که بعد از چند بار اول واقعا دیگه یادشون میره که پریود هستن و چیزی اصلا وارد واژنشون قرار داره. سوال بعدی که خیلی وجود داره اینه که خیلی هم میگن که کاپ قاعدگی داخل واژن گیر نمیکنه یا مثلا اون ته گم نمیشه. اصلا همچین چیزی ممکن نیست، به خاطر اینکه طول واژن 7 تا 10 سانته و اصلا امکان نداره چیزی اون تو گم بشه. مورد بعدی که خیلی پرسیده میشه اینه که به بکارت آسیب میزنه. اولا که پرده بکارت حرف واژه اشتباهیه، باید بگیم هایمن. ما الان اینجا نمیخوایم در مورد هایمن صحبت کنیم و این موضوع رو باز کنیم چون موضوع پست کاپ قاعدگیه. فقط خلاصه بخوام بهتون بگم اینکه اگه در فرهنگی بزرگ شدین و تو موقعیت جغرافیایی هستین که نباید قبل از ازدواج چیزی وارد واژنتون بشه، خیر نمیتونید از کاپ قاعدگی یا تامپون استفاده کنید. ولی اگه مشکلی از این بابت ندارید و مهم نیست که قبل از ازدواج چیزی وارد واژنتون بشه، میتونید از کاپ یا تامپون استفاده کنید. این کاملا بستگی به شرایط فرهنگی و موقعیت جغرافیایی خودتون داره که کجا زندگی میکنید، با چه تفکراتی و چه قوانینی برای خودتون دارید. اگه شما میخواید از کاپ قاعدگی استفاده کنید ولی در حال حاضر عفونت دارید یا قارچ دارید یا هر مشکلی دارید، باید حتما مشکلتون رو اول برطرف کنید، یعنی پزشک زنان برید و مشکل عفونتتون رو برطرف کنید و بعد از کاپ قاعدگی استفاده کنید. روش استفاده از کاپ قاعدگی اینطوریه که زمانی که کاپ رو خریدید باید با آب جوش کاملا اون رو ضد عفونی کنید و تمیز بشه و بعد طبق چیزی که نوشته شده روش استفاده کنید. این کاپ کاملا انعطاف پذیره. شما این کاپ رو به اون حالت هایی که حالا روی بروشورش می نویسه میتونید تا کنید، چند حالت مختلف داره، و وارد واژنتون کنید. اوایل ممکنه براتون سخت باشه ولی به مرور عادت میکنید و میبینید که اصلا دیگه نمیتونید بدون کاپ زندگی کنید، اینقدر که این کاپ براتون احساس آرامش و راحتی در زمان پریود میاد. کاپ قاعدگی در زمان پریود هر 8 ساعت باید حتما خارج بشه از واژن و تخلیهش و شستش مجدد جایگذاری بشه. حالا در مورد کاپ قاعدگی که خودم میخوام بهتون معرفی کنم و بهش مطمئنم صحبت کنیم. ببینید این کاپ قاعدگی لیوا رو من از لیوا کاپ تهیه کردم و در 2 سایزه. یه سایز بزرگتر از این، یعنی 1 و 2. این یه سایز بزرگتر برای شماره 2 هم داره که بیشتر برای خانم هایی که سنشون از 30 سال بیشتر استفاده میشه و کسایی که زایمان کردن و اشخاصی که کلا خوریزیشون زیاده. این بسته‌بندی لیوا کاپه و چیزی که خیلی خوبه اینه که بسته‌بندیش جوریه که شما مطمئنید که هیچ وقت حالا این کاپ باز نشده. وقتی این بسته‌بندی رو باز میکنید ببینید این حالته و روش کاملا نوشته شده که چطوری استفاده شه و همه اطلاعاتی که شما لازم دارید روی این کاپ، جعبه کاپ نوشته شده. لیوا کاپ به نظر من بهترین کاپه، هم از نظر قیمت هم از نظر کیفیت و من واقعا توصیه میکنم که از این کاپ قاعدگی استفاده کنید. اگر اشتباه نکنم قیمتش در حال حاضر 285,000 تومانه که با توجه به سیلیکونی که استفاده شده و اینکه هیچ مواد شیمیایی مضری داخلش وجود نداره، به نظر من این قیمت واقعا فوق‌العاده است. لیوا کاپ مشاورهای بسیار بسیار خوبی دارن و پستایی که گذاشتن کاملا مناسب برای خانم هاست. چه از کاپ قاعدگی استفاده میکنید چه از کاپ قاعدگی استفاده نمیکنید، به نظر من پیجشون خیلی براتون مفیده. پیجشون رو براتون داخل کپشن تگ میکنم، توصیه میکنم که حتما امتحانش بکنید و به نظر من بهترین کاریه که یه خانم میتونه برای خودش انجام بده. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه و به سوالاتتون راجع به کاپ قاعدگی جواب داده باشم. اگه بازم سوالی براتون وجود داره خواهش میکنم توی کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم. اگه خودتون هم تجربه از استفاده از کاپ دارید لطفا زیر همین پست کامنت بذارید که دوستامون ببینن. خیلی دوستتون دارم. فعلا